سلام به همه. سلام. الان 8 آگوست شنبه است. ما همین الان اتاقمون رو تحویل دادیم، وسایلمون رو گذاشتیم توی لابی، سپردیم به آقاهه، گفتیم اینجا بریم یه سری خرید مرید بکنیم. دیشب من اومدم بیرون یه سری چیزا نشون کردم، اینا رو ببریم بخریم. بعد از هتلمون توی ریزه تماس گرفتن از طریق واتساپ و گفتن که آقا هر چیزی میخوای، چیپسی چیزی میخوای بگیری بگیر بیا، اینجا هیچی نداریم. اطرافمون نه سوپرمارکته نه هیچ چیزی، ولی میگن صبحونه‌اش خیلی خفنه. حالا خیلی دوست دارم بریم اونجا رو ببینیم ببینیم دقیقاً چه جوریه. ولی به قول مینا یه چیز شبیه ماساله، مثلا میری توی کوهی و یه سری چیزاست، خیلی میتونه جذاب باشه. ما الان بریم یه سری خرید مرید بکنیم، برگردیم، بعد بریم یه تاکسی بگیریم بریم سمت آره تو نقشه هم بهم نشون داد یه چیزی نزدیک 36 دقیقه پیاده و 6 دقیقه با تاکسی راست. گفت که نه هزینه‌ت هم یه اولوش 10 لاری میشه بخوای همچین مسیری رو بری. ولی ما فعلا گفتیم بریم یه خریدای ریزی بزنیم بعدش بریم. آقا حالا بهتون نشون میدم قضیه چیه. بچه‌ها این سوپرمارکت رو رضا دیشب اومده من نیومدم. او بستنی توبلرون. آقا دیروز اومدم دیدم اینجا یه دونه داره، اینجا نشون بده، اینجا یه دونه داره. بعد گفتم نکنه اون یه دونه فقط باشه، اینا همون زیر مثلا قایمش کنم. اومدم اینا رو جابجا کنم دیدم نه پایینش داره. بعد بچه‌ها از اونجایی که هوا خیلی گرمه بستنی‌ها خیلی زود آب میشن. مینا فررو هم داره. آره فررو هم داره. آره. من که توبلرون رو دوست دارم بخورم. تو چی؟ من نمیدونم، شاید بعضی من یه چیز متفاوت بخورم. کیت کت بخورم. کیت کت میخوری یا نسله؟ بچه‌ها نسله رو میگه که بردارم که خودش بخوره. من میشنم فررو رو دوبه خوردم. کیت کت هم فکر کنم دوبه خوردم. فکراتو بکن. من که توبلرون برمی‌دارم. تو که آره، تو که توبلرون ور نداری باید تعجب کنیم. بچه بستنی‌های دیگه‌ش هم ببینید، اورو اینا هم داره، مارس و اینا هم داره. احتمالاً من همون کیت کت رو بردارم. من یه چیز جالبی که ما حالا می‌خوایم بگیریم حتما و قیمتش خیلی مناسبه، ساندویچ کلابا اینجا خیلی ارزان‌تر از ترکیه است و کیفیتش هم بچه‌ها می‌بینید. آخه پسقله این خوبه. ببین سایز مناسبی که آدم نه برای قندش بد باشه نه یه چیزی اون اینه. اینم بهتون بگم که نشون دادیم که مثلا آرژانتین داره، اسپانیا داره، فرانسه داره. فکر میکنم فقط تیم بزرگا رو داره، یعنی اینجوری نیست که مثلا ایران هم داشته باشه. آره نه پرتغال رو داشته شو، هلند هم داشت. ما بتونیم یه ساندویچ کلاب بگیریم که اونجا به قولی گوشته نمونیم، ولی ساندویچ کلاب این نداره. احتمالاً باید بریم اون یکی. اینو من دیشب اومدم دیدم این توبلرون داره، چون اکثر سوپرمارکت‌ها رفتیم بس این توبلرون نداشت. من می‌خوام برم. چی انتخاب کردی تو؟ بستنی مارس انتخاب کردم. فکر میکنم من فقط اسنیکرز رو خوردم، بستنیشو مارس رو فکر کنم نخوردم. اگرم خوردم طعمش رو یادم نمیاد پس میفهم. چطوره؟ قشنگ مزه مارس میده که خیلی خوشمزه است. مارس یخ زده است. نه چون فکر نکنیم برای ایشون مارس گرفتیم من سرم بیکلا مونده. مگه میشه؟ اصلا توبلرونه رو نزنم که نمیشه. چپه بازش کردم. مجبوریم بریم تا ته دوست عزیز رو بگیریم. یه شکلاتش افتاد. حیفه. زود فقط بخور که خیلی خوشمزه. ولی به جالب بگم هر سوپری نداره. عالیه. قیمتش هم 6.5 بود بچه‌ها. 6.5 اونم که 4.9 یه بیسکویت برای مینا گرفتیم، همون سبزی که دوست داشت مال مینام، رو همدیگه شد 17.3. خیلی خوب. بچه‌ها دیگه داریم از هتل میریم. چه باحال ماکسیم هستش، چون که از آقای رسپشن هتل خواستیم که برامون تاکسی بگیرن. رسپشنشون هم خیلی خوب بوده که البته مالک اینجا هم هست، مثل که اینجا رو خانوادگی میگیرن. همه کار کرد، خیلی آدم منظم، مؤدب، همه چیز سر جاش بود. الانم که اینو برامون گرفته چونای قیمتش هم زده. آره گفتن که تا ترمینال حدود 10 لاری میشه، ولی بچه مثلا 10 لاری به پول ایران میشه حدوداً 720,000 تومان. خیلی گرونه. ولی به پول واسه ما که ترکیه میایم میشه حدود 180 لیر که نسبت به تاکسی‌های ترکیه مفته.
این مفته ها 180 لیر اصلا شوخیه. از هوا داری لذت میبری؟ خیلی بچه اصلا انگار شمالی، هوا، فضا، همه چی. فقط غذاهاشون سیر زیاد نداره. آره. ما رسیدیم به اینجایی که باید میرسیدیم. اینجا نکته جالبه، مترو توریسم اون جاییه که ما ازش بلیط رو گرفتیم. جالبه که وقتی میاد توی گرجستان اسمش میشه مترو جورجیا و الان هم نگاه کردم اتوبوسا اون طرف ایستادن که برای ساعت 3 باید بریم ریزه. الان ساعت فکر کنم 12 و نیم نه 1 و نیمه. 1 و نیم. پس ما 1 ساعت و نیم وقت داریم. نمیدونم حالا چکین داره، چیزی داره، چیزی کاری باید انجام بدیم و اینا رو نمیدونم. بریم داخل ببینیم. بچه ما بلیت چیزمونو چیه؟ اتوبوس رو خب همون موقع که استانبول بودیم گرفتیم و قیمتش هم 850 لیر بود. آره 850 لیر بود. یه دونه 1000 لیری هم داشتش با همین مترو توریسم، ولی ما تا رفتیم بگیریم پر شده بودش. بچه یه کافه کوچولو موچولو هم داره اینجا که یه سری شیرینی ها اینا داره. دونه ای هم 5 لاری هستش. نگاه کنید معلوم هم هستش که تازه هستن. این گوشت مدل بورک و این چیزا داره 5 لاری و موزه خوشمزه شون و این 10 لاریه. ما 7 لاری که حالا دقیق 6 و 95 صدم لاری ساندویچ کلاب گرفتیم که اونو تو مسیر بخوریم. بعد آقا نگاه کن واقعا از این صندلی رو قراره اون بده. اولا نگاه کنیم که میتونیم پتتون رو همراه خودتون بیاریم. چمدون خنک خواهد بود، تلویزیون داره، نوشیدنی داره، اینترنت داره، موبایلت هم فکر می‌کنم میتونی شارژ کنی. احتمالاً میتونی شارژ بکنی. برقی هم چیزایی داره. مبله نه؟ قرار سوار اینا بشی؟ فکر کنم این اون 1000 لیریه هستش که تا بچه یعنی بچه تا اومدیم بگیریم با اینکه 6 7 روز زودتر بودا تا اومدیم بگیریم اصلا تموم شده بود. مسیر خیلی کوتاه بچه 3 ساعت هم بیشتر طول نیستیم، ولی یه قسمتی داره که ما میریم تا مرز، تو مرز بعد یه چک بشیم بعد دوباره سوار بشیم. خود من برام هیجان انگیزه که اونجا چه اتفاقی میفته. شاید اصلا مسیر 3 ساعت هم نباشه، شاید مسیر 2 ساعت باشه یا شاید حتی کمتر. 1 ساعت به خاطر اون استاپ وسط در نظر گرفتن. حالا شما رو همراه خودمون میبریم دقیق بدونیم چه جوریه. آقا ما الان تو ترمینال نشستیم منتظریم که بیاد. خانم بلیطمون هم نشون دادیم و اینا گفت همه چی اوکیه، وایسیم که 10 دقیقه یه رو به دیگه بیاد تا سوار بشیم. اول اصلا من بگم که اصلا فکر نمی‌کردم اینقدر سفر خوبی از آب در بیاد و خیلی خیلی لذت بردیم. خیلی هواش خوب بود، مردمش خوب بودن، غذاهاش خوب بود. هواش از نظر تمیزی میگه ها، وگرنه گرم و سردی بود. خاچاپوری خوردیم، خینکالی خوردیم، اون متسوادیه رو خوردیم، 3 تا غذای اصلیش رو خوردیم. خیلی هم من همه رو دوست داشتم. از اونی که مجبوری مثلا داشتیم میومدیم خیلی راضی. دقیقاً بچه‌ها بهتونم گفتم ما هیچ وقتی چون میدونید که ما اهل این هستیم که برنامه‌ریزی میکنیم. هر سال 1 ژانویه ما میریم یه کافه رستورانی چیزی واسه صبحانه خوردن و برنامه سالمون رو میچینیم و حالا یه برنامه بلند مدت هم داریم که یه ویدیو هم ساختیم در موردش، اونم گفتیم. هیچ وقت گرجستان جزو مقاصد گردشگری واسه ما نبوده و انقدرم وقتی که فهمیدیم باید مجبوریم از کشور خارج بشیم و خب گرجستان رو انتخاب کردیم، بی‌ذوق و اینا بودیم که چه می‌دونم بلیطو خیلی دیر گرفتیم، جامونو دیر گرفتیم. بحث فقط گرجستان هم نبوده، ما باید دقیقاً میومدیم باتومی، چون ما ریزه رو از قبلش گرفته بودیم، میخواستیم تابوزان ریزه بریم. گفتیم اگر این نمیشه و حالا مجبوریم یعنی خارج هم بریم نزدیکترین شهری که خارجه ولی نزدیک به ریزه است. برای همین باتومی رو انتخاب کردیم که الان هم می‌بینید امروز که با هم دیگه میریم چقدر سریع میتونیم از باتومی به ریزه برسیم. البته بچه‌ها ما میتونستیم یه خروج و ورود هم بزنیم، یه چند ساعت مثلا از ترکیه خارج باشیم. بعدش من انقدر که مثلا ما گرجستان رو دوست نداشتیم، من به رضا گفتم که رضا بیا فقط خارج بشیم بریم وارد مثلا از مرز ترکیه وارد گرجستان بشیم
برگردیم سریع که رضا گفتش نه خب این همه داریم میریم دیده ولی دیده بدیه، باید اینو اصلاح بکنی. یعنی واقعا هر جایی ارزش یه بار دیدن رو داره. اینکه ما اینقدر گارد بگیریم نسبت به یه جایی که بالاخره یه سری مردم دنیا دارن زندگی میکنن به نظر من غلطه و این واقعا بهمون امروز اثبات شد که این تو این سفری که داشتیم که هر جایی به قول بعضیا ارزش یه بار دیدن رو داره. خیلی پرسیده بودن که سفر اینجا یا استانبول، اصلا قابل مقایسه نیست. بستگی داره شما تو سفر دنبال چی هستین. اگر دنبال یه مقداری ارزونتر هستین قطعا اینجا از استانبول ارزونتره، ولی اینجا نه خریدی به اون صورت میتونی بکنی، نه چه میدونم این همه امکانات عجیب و غریبی که ما تو استانبول داریم و اینجا داره. پارکابی داشته باشه، از اون مثلا شهربازی داشته باشه، خیلی امکاناتی داریم. اینجا کافه خیلی خوبه، رستوران خیلی خوبه، ولی اینکه بکنی مثلا نه مثلا این بین این دو تا بیام انتخاب بکنم، نه واقعا منطقی نیست. در مورد جامون هم بگم ما $360 گرفتیم تو ویدیو اولی که خب الان شنبه‌ایه که دیروزش ویدیو رو منتشر کردیم و به لطف شما بازدید بسیار بسیار خوبی هم داشته و خیلی رکورد فکر می‌کنم کانال رو زده در خیلی از موارد که حالا بعداً جمع‌بندیش می‌کنم. یه سری گفته بودن مثلا هتل رو گرون گرفتی $360 برای 3 شب زیاده. آره زیاده. ما داشتیم فکر می‌کردیم اینجا ارزش دوباره اومدن داره و یه جاهایی هست که همون اوربی هتل، اوربی سیتی هست که یه سری ساختمون داره نزدیک ساحل که میتونیم اونجا جا بگیریم. شبی $55، یعنی ما $120 دادیم، اون $55. فکر نکنید که مثلا داغون تو ویدئوی اول هم گفتیم که مثلا حالت سیته هستن، برجایی هستن که خب دیگه خونه هستش، یعنی آپارتمان هستش اینا. ولی بچه هتل ما توی بین هتل‌ها قیمتش همین بودش، قیمتش نمونه. ولی اگر مثلا آپارتمان میگرفتیم قیمتش خیلی پایین‌تر بود که خب دلایل خودمون هم گفتیم توی ویدیوی اول که خب رضا دلش می‌خواستش که حالا حتما هتل باشه. مینا حتما اصرار داشت که صبونه داشته باشه، ولی به نظر من اصلا صبونش چیز موضوعیت نداره با توجه به چیزی که اینا دارن که خودشون خاچاپوریه و بسیار بسیار خوشمزه هست. به نظر من آدم صبونه رو بره بیرون بخوره اصلا بهتره. یه چیز دیگه هم بچه‌ها، باتومی به نظر من و با توجه به اطلاعاتی که حالا جای دیگه خونده بودم 4 روز بسشه، نهایتا 5 روز بسشه، یعنی 4 شب که مثلا کل باتومی رو بگردی. فکر میکنم اینا کمه، چون الان ما اون لیستی که بهمون دادن که آبشار برو اینو برو اونو برو که همش هم خارج از شهر، نه همه اونا یه جا. آها یه جاست. آره. 4 شب کافیشه، یعنی 5 روز کامل مثلا میتونی بگردی. ولی حالا در مقایسه با استانبول میخوام بگم، ولی اگه بخوای استانبول رو بگردی اینا 10 روزم واسش کم هست. بخوای همه استانبول همه جای دیدنیشو ببینی و یه ماه استانبول باشی که چون استانبول ببین استانبول از نظر مساحتی 7 برابر تهرانه، بنابراین اصلا جنس کار فرق میکنه که آدم بخواد اونجا به عنوان سفر بره. ولی من و مینا فکرمون کردیم اینجا جاییه که دوباره دوست داریم. ببینیم من و مینا با هم دیگه چین و قزاقستان رفتیم، دوباره دوست داری بری؟ نه. هند رفتیم، دوباره دوست داری بری؟ دهلی آگرا جایی بود، مثلث طلایی رفتیم، دوباره رفتن ان شاء الله شب بمبئی گوا بریم. بلغارستان رفتیم، دوست داری بری؟ آره. بلغارستان یه چیزی شبیه این بود به نظر من، چند پله بالاتر، یه مقداری اروپایی ترتر بود. آره، و شیک‌تر بود، یه سری امکانات بیشتری هم میتونیم بگیم داشت. ما وارنای بلغارستان هم رفتیم و دوست داشتیم و دوست داریم دوباره هم بریم. استانبول و مارماریس هم دوست داریم دوباره بریم. الان که ترکیه زندگی می‌کنیم، ولی اگه ایران بودیم مارماریس رو دوست داشتیم. برای همین من میگم جزء سفرهایی که ما بازم امکان داره بیایم، هم قیمتش مناسبه، هم میتونی بلند مدت بمونی، هم میتونی ریلکس بکنی و اینا. ولی اینکه به قول مینا اگر فکر میکردیم از قبل یه روزی قراره گرجستان بریم، هیچ وقت توی ما اصلا ما برنامه سفرمون نوشتیم توش آفریقا و ژاپن و کره و این برنامه هاست و اومدن به یه کشور نزدیکی که فکر میکردیم سطحش پایینی خیلی منطقی نبود، ولی واقعا مردمان دوست داشتنی داشتن، واقعا از محیطشون من لذت بردم، آدمای بسیار بسیار با شعوری بودن و اصلا مهم‌تر ما دوتا غذاهاشون هم فوق‌العاده به سلیقه ما نزدیک بود و ما غذاهاشو دوست داشتیم. غذا بعضی شبیه ترکیه بود، بعضی شبیه شمال ایران بود و من واقعا غذاشو دوست داشتم. بله. ما هم شیکمو به نظرمون بازم اینجا میتونیم غذاها اون بیسکویتی که من خریدم که 600 تاشو برام خریدم، اونا خیلی من دوست داشتم. حالا اگه تموم شد بچه‌ها این بیسکویت روشنه بودش که خریدیم، همینجوری تو راه داشتیم میرفتیم کارفور، همینجوری من دونم خوردم تموم کردم. چند تا بسته بزرگش رضا خریدش، حتی الانم که داشتیم میومدیم رضا گفت میخوای حالا یه بسته دیگه هم بخر، خیلی دوست داشتی اینا. دیگه برگردیم استانبول هم باید یه جوری برام پیدا کنی اگه تموم شده. احتمالاً پیدا می‌کنیم. یه چیز دیگه هم می‌خواستیم بگیم بچه‌ها، سفر به گرجستان واسه ایرانی‌ها بدون ویزا هستش، ولی تا 45 روز
قانون 45 روزش با قانون ترکیه فرق میکنه، چون تو ترکیه ما این قانون داریم که 90 روز تو ترکیه میتونی باشی، 90 روز بعد خارج باشی دوباره برگردی 90 روز میتونی، به این 90 هی تکرار میشه. یعنی طبق قانون ترکیه اصلا اینه، میگه تو هر 180 روز 90 روز میتونی توی ترکیه باشی، تو هر 6 ماه 3 ماه، اینجوری بگیم به نظر من سایت‌تر. ولی توی گرجستان گفته 45 روز مداوم میتونی باشی. بعد سوال، برم بیرون میتونم برگردم؟ قانون اینجا حرفی نزده که نمیتونی برگردی، میگن اصلا اینجوریه. بعضیا وارد گرجستان میشن 45 روز میمونن، یه خروج ورود میزنن، دوباره بهشون 45 روزه رو میدن، یعنی میتونی 2 تا 45 روز توی سرم باشی. ولی وقتی میخوای هی تکرارش کنی، یارو میگه آقا اقامت میخوای بگیری، چته که هی داری 45 روز تکرار میکنی؟ برای همین این قضیه رو باید بدونی. ولی مثلا برای کسایی که حالا الان با توجه به شرایط ایران مشکل دارن و نمیخوان اقامت جای دیگه ایران بگیرن، مثل خواهر مینا، شوهر شهنا که بچه‌ها مثلا 3 ماه ترکیه بودن، 3 ماه رفتن ارمنستان، الان دوباره اومدن ترکیه، میتونن از ترکیه بیان گرجستان، یه 45 روز باشن، یه خروجی ورود بزنن، دوباره بمونن و 3 ماهشون رو تکمیل کنن، دوباره برگردن. البته اون خروجی که میزنن نباید ترکیه باشه، باید مثلا برن ارمنستان یا برن ایران. ارمنستان هم باید 3 ماه. آره دیگه. الان ارمنستان رو میتونن، یعنی یه مقداری از این برنامه‌ریزی‌ها شما باید بکنین که این کارا رو انجام بدین. و به نظر من گرجستان با توجه به قیمتاش، هزینه‌هاش، ارزشی که اینو داره که بچه‌ای که الان از نظر اینترنت به مشکل خوردن تو ایران، یه مقداری از نظر ذهنی فکر می‌کنن که تو ایران زندگی کردن سخته و امکان داره جنگ بشه، اینترنت قطع بشه، میتونن بیان گرجستان. بچه‌ها اینترنتاشون هم خیلی خوبه، اینترنت هتل که اصلا عالی بوده و اینترنت و توی محلای عمومی، جاهای عمومی اینترنت‌های آزاد دارن. یعنی مثلا وای فای تو که میزنی روشن بشه و اینا، سریع مثلا میتونی وصل بشی به اینترنت بدون رمز خودشون، پرسرعت. یعنی من مثلا تمام طول سفر یا توی پاساژ مثلا استوریامو گذاشتم چون سیم کارت نخریده بودیم، یا توی یه رستورانی مثلا گذاشتم، الان مثلا توی ترمینال استوریامو گذاشتم، هر جا میرفتیم اینترنت وجود داشت. حتی همون چیز تلکابین هم که رفتیم اون بالا اینترنت داشت، قشنگ میتونستی استفاده کنی. اینترنت خود اتاق هم انقدری خوب بود که مساوی سرعت اینترنتیه که من بالاترین سرعتش رو توی ترکیه خریدم برای اینکه بتونم لایو برم. یعنی میتونید تو گرجستان با اینترنت هتلتون لایو برین و این به نظر من خیلی خوبه. کم کم بریم حاضر شیم، بریم سوار شیم یا میخوای یه چیزی بخوریم؟ بچه چند ساعتی است که ما اینجا هستیم و متاسفانه به نظر میاد که نظم خوبی اینجا نداره. الان ساعت 3:30. اونی که ما باید سوار بشیم اونیه که نوشته ساعت 3 باید اینجا باشه. بذارین تونشو اینجا نیا کنید. از تفلیس شروع میکنه میره تا بایرام پاشایی که توی استانبوله. بین راهش ما باید از باتومی بریم به ریزه که نوشته ساعت 3 میرسه به اینجایی که شما هستین. این جایی که ما هستیم الان ساعت 3:30 و هنوز نیومده اصلا و ما بیشتر از 1 ساعت خورده 2 ساعته که اینجا نشستیم. مینا خانم هم حسابی خسته شده ولی هنوز خبری از اتوبوس نیست. تأخیر اتوبوس خدایی ندیده بودم. مگه اتوبوس هم تأخیر داره؟ وقتی از یه جایی بیاد به یه جای دیگه بخواد برسه وسط راه، چون به خانم هم پرسیدیم که این مسئولش که اینجا بود، پرسیدیم چی شده و اینا، گفت که چیزه تو ترافیک گیر کرده و داره میاد، دیر میرسه. من تو چیزه گفتی؟ چی رو؟ بگو خود شما رفتی. کلا براتون رفتم دستشویی، تا حالا واسه دستشویی رفتن 72,000 تومان پول نداده بودم، 18 لیر. یه لاری داده رفته دستشویی اومده. کاش که دستشوییش خوب بود، کثیف بود، گندو. دستشوییتون رو به اینجا نرسونین ولی دیگه اگه مجبور شین باید برین دیگه. چه کنیم تأخیر داشتش دیگه دستشویی. و حالا ما مسیر رو هم من نگاه کردم بچه‌ها، مسیری که داریم تا اونجا روی نقشه نگاه کردم، زیر 1 ساعت میرسیم به مرز، 1 ساعت احتمالاً تو مرز معطل میشیم، از مرز تا جایی هم که ما میخوایم پیاده شیم که آردشانه 1 ساعت هم تا اونجاست. ما قبل از ریزه، چون ما اینجوریه که باید بری میرسی مثلا به آردشان، از آردشان باتومی میای، باتومی مرز، از مرز میای به آردشان، از آردشان میری ریزه. ولی هتل ما اینجاست، یعنی ما اگه بریم ریزه دوباره باید برگردیم اینجوری بیاریم. پس ما آردشان پیاده میشیم، از اونجا تاکسی میگیریم و ما میرسونیم خودمون به هتل. فعلا البته بیاد اول گروهی اونجا هم ترک هستن دارن منتظرن به شدت که بریم اونا که برای استانبول ان، بنده خدا حسابی معطلن، نمیدونم کی قراره برس نصف شب میرسن استانبول. یه نکته دیگه، بچه‌هایی که الان ما رو دیدن و اینجا میرفتیم بیرون دیدیم تو خیابون مردم خیلی سیگار نمیکشن.
برخلاف ترکا که سیگار زیاد میکشن. همین الان این دوستانمون این گوشه نشسته وایسادن این 3-4 تا داشتن سیگار میکشیدن. معلوم بود که بچه‌ها بعد از ساعت‌ها تأخیر من فکر کنم با 2 ساعت تأخیر راه بیفته در حالی که کل مسیر قرار 3 ساعت باشه. ما الان گفتیم که بلیتمون مال ریزه است ولی می‌خوایم آردشان پیاده بشیم. حالا بریم سوار شیم. برو ببین اتوبوس چه شکلیه. اتوبوس هم مال استانبوله، یعنی داره میره استانبول بچه‌ها. ما میتونستیم یه سره بریم استانبول ها. تا الان 145 دقیقه از ساعتی که باید بریم گذشته. 23-24 بودیم رضا. این آقا جامون نشسته. شماره داری یا نداری؟ نمیبینم. من شماره ای نمیبینم. میگن که اینجاست، شمارهش اونجاست. تو شماره دیدی؟ این که 33-34. آها اونجاست. آره خب میرم اینه 23-24 اینه؟ آره. مگه قرار نبودش پشت در دوم باشیم عشقم؟ جلوی در گرفتم. دست در نکنه. بازم خوبه ربط به در داره. دست در نکنه. پشتت میتونی زیاد چیز کنی، دراز بکشم. آره بچه بهش گفتم که خالی هم هست. گفتم پشت در باشه، در دوم باشه که جلومون جا باز باشه. الان پشتمون جا بازه. اونا هم اگه میشستی بازم جلوشون خیلی خالی نیست. آره. نه دست در نکنه. خوب اینا رو گرفت. بذارم بالا یا نه؟ بذار دیگه. لپتاپو نمیخوای؟ نه لپتاپی که کاری ندارم. بیسکویت منو نذار. بیسکویت و آب و نگر می‌داریم. اینم بذارم بالا. چون فکر کنم این کلا برای ماست. اینم بگیر. این گوشیو نمیخوای؟ اینا بذار حالا همراهم باشه دیگه چون اینترنت که داره تو هستی. بله. استفاده کن. آخیش چقدرم خنکه. اینم بس. سیف بود ولی بسته شد. اینام هم دارم که استراحت کنم. آخه صندلیاش هم خوبه راحته. بذار چیز بکنم. ولی ما چقدر بچهای یواش و ملو و غیر قابل اعتراض و چیزی هستیم، غیر معترضی هستیم. 2 ساعت ما رو علاف کردن هیچی بهشون اونقدر نگفتیم. اونقدر بذار اصلا نگفتیم، فقط یه 2-3 بار رفتیم. بیا آره. این راحتی میتونیم بخواب. ولی آخه برای مسیری که 1 ساعت الان میریم تا مرز، اونجا 1 ساعت کار داریم، دوباره 1 ساعت میریم توی ترکیه. ولی اونایی که الان سوار میشن تا استانبول باید برن خوبه. به نظر من ریلکسه و میتونن حسابی بخوابن. حالا دیگه کم کم راه بیفته از جاده بتونشون. بچه‌ها داریم از توی شهر رد میشیم. یا حالت کمربندی تور داره. البته 3 تا خیابون اصلی من بیشتر او چه خوشگله. اینو بچه‌ها ببینید. اینو فکر کنم از دور دیشب با تلکابین دیدیم که یه جایی بود که نور پردازی میشد که خیلی خوشگل بود. ما از زیر اون تلکابینه رد شدیم و اومدیم الان یه وسطای شهری و داریم کم کم خارج میشیم. برام هم جالبه که وقتی میرسیم یه شهری هست به اسم سارپی توی گرجستانه، اونور تو ترکیه اسمش سارپه. این فکر کنم همون گرند مالشونه اگر اشتباه نکنم. بعد بچه اتوبوس رو دیدین چقدر عجیب غریبه؟ این اون پنجرهش هم عادی همیشگی، بعد یه سقف این شکلی هم داره، بسیار بسیار عجیب، شیشه‌ای هم هست. اینجا هم باز نگاه کنید. کافوره این همون بلک سیمال است که رفتیم. بچه این همونیه که رفتیم و براتون فیلم برداری کردیم. در این ورشه اون دست بچه این همون پس خیابونه است که 2 طرفش خیلی ساختمونای بلند خفن داره. نگاه کنید این یه طرف بهتون از این ور نشون بدم. حالا اون ورم ببینید مثل که مثلا جا مدرنشون اینه تقریبا. 2 طرف خیابون. بچه گفتن که ما از کسایی که اینجا بودن پرسیدن. بچه یه لحظه اینجا رو نشون بدم. ساختمونا رو دیدیم. بفرمایید. گفتن که کلا اینجا 3-4 تا مرکز خرید داره که اصلا قابل مقایسه با مرکز خریدای توی استانبول و اینا نیستش. همشون شکل همین بلک سیماله بودش که یه راسته بودش و اینا تقریبا همشون اون شکلی هستن. چقدر ولی ساختمونای بلند و چی میگن بلند مرتبه سازی زیاد شده. این الان خیلی کوتاهه ولی میبینین تو بک تصویری که دارم براتون میگیرم هرچی نزدیکتر بشیم به ساحل ساختمونای خیلی خیلی بلندی داریم. همشون هم معلومه که جدیدن. بعضی که اصلا داره ساخته میشه اینا. الان مثلا این الان نگاه کن
این داره تازه میسازه، هنوز خیلی چیزاش مونده. خیلی ساخت و سازشون زیاد شده، قیمتاشون هم یه چکی کردیم از $70,000 اینا شروع میشه، اونایی که ساحلی و اینا بود. و باز الان این خیابون هم نگاه کنیم، باز دو طرفش از اونجا اگر معلوم باشه یکم میبینین ساختمونای بلنده. آقای چی گفت بهمون؟ آقای بهمون گفتش که من پولتون میدم، شما سیگار برید بخرید. کدوم آقای؟ آقای شاگرد راننده. شما سیگار برید بخرید، بعد سیگاره رو به من بدید و اینا. این پیشنهاد به ما داد و به بقیه هم این پیشنهاد رو البته داده. به خاطر اینه که توی ترکیه سیگار خیلی گرونتره و توی اینجا بی نهایت گویا ارزونتره. من البته قیمت نکردم ولی مینا چند جا دیده بود میگفت از 6 تا 10 دلاری بوده که خیلی ارزونتر از ترکیه حساب میشه. و دیدین خیلی از کسایی که از ایران هم میان ترکیه بازم سیگار با خودشون میارن و میفروشن. برام جالب بود، به ما گفت که حالا مثلا ترکی بلدیم، به بقیه خود ترکایی که معلومه ترک هستن هم گفت، به خارجیام حتی از ترجمانشون یعنی مترجمه استفاده کرد که بهشون بگه که این کارو برای من انجام بدید. با همه هماهنگ کرد، احتمالاً نزدیک مرز برسیم یا اون شهر مرزی برسیم میره میخره، بعد هر کدوم از اون سیگارا احتمالاً داریم میتونیم رد بشیم. اینم جالبه، حالا سیگار برای وارد ترکیه نکرده بودیم که میتونیم وارد کنیم. بچه‌ها اصلا انگار جاده توی مثلا شهر شمال هستی یا بین دو تا شهر شمال داری میری، خیلی شماله. اصلا کلا باتومی مثل شمال بودش و شهرهای شمالی، چه از لحاظ هوا چه از لحاظ مثلا قیافه، مثلا سرسبزیش، اینا خیلی شبیه شمال خودمون بودش. فکر کنم شمالی‌ها بیان اینجا اصلا چیزا احساس غربت نکنن، همه چی به روحیاتشون میخوره. دقیقاً مدل شل سوئیسی و اینا که زدن. وای وای اینجا رو چقدر سبزه. بچه‌ها اینجا مثل خودمون چیز داره، الان نگاه کنین یه دونه بذاریم برسه نگاه کنین 35 تا داریم تا گونیو، 6 تا کوارتلیه فکر کنم اسمش، مثل همون کوارتسخیلیا که میشه، این الان میریم کوارتلی. خیلی حال میکنیم با کوارتسخیلیا. اسم خویچکا کوارتسخیلیا خیلی عالی. بازیکن خیلی خوب، من خودم خیلی دوستش دارم. ما یه شهری رو رد میکنیم، بعد میریم گونیو، بعد از گونیو میریم سارپی، بعد دیگه وارد ترکیه میشیم. انشالله که بشیم، چون که بچه‌ها همین که ترافیک خیلی لایت داره رو میره، یعنی اصلا عجله نداره. بعد وای میسته بچه‌ها. ما شنیده بودیم اتوبوسای ترکی چقدر خوشگله. بچه ما شنیده بودیم اتوبوسای ترکیه خیلی وای میسن توی راه، ولی نمیدونستیم انقدر. پل امنیت داره. داری پل انگار داره الان خراب میشه. چقدر خوشگله رضا این آبه. این آبه واسه رفتینگه. میبرم ادامه داره. اون یه دریا چطوریه که داریم ازش رد میشیم، دیده بودم تو نقشه. این مثل که خیابون جدید سازیه که دیدی مثلا گفتن تهران چه میدونم قم جاده جدید جاده قدیم، این جاده جدیده که داریم میبینیم که ازش رد میشیم. اونا فکر کنم دارن جاده قدیم میرن و اصلا اینجا اهمیت نداره. چقدر خوشگله. بچه‌ها رسیدیم به شهر گونیو و الان داریم از کنار ساحلش رد میشیم که بریم. یه طرفمون دریاست، این طرفمون رو ببین جنگله. و جالبه بدونین وارد ترکیه هم بشیم همینطوره، یه طرفمون دریای سیاهه، یه طرفمون جنگله، بی نهایت خوشگله. حالا اونایی که توی از قدیم همراه ما هستن ویدیوی آلانیا مرسین ما رو دیدن، تو جاده‌ای که اونجا میرفتیم همینجوری بود، فقط یه تفاوتی داشت که از بالای فاصله داشتیم، یعنی مثل یه دره بود که میرسید پایین به آب، ولی اینجا لب آب این ورمون جنگله. فوق العاده قشنگ، جای همتون خالی. بچه اینجایی که میبینید فکر میکنم مرز باشه، چون که به همون گفتن که پاسپورت ها و ایناتون رو اینجایی داره کرد. میگه همه مسائلتون رو در بیارین که میخوایم بریم برای چک پاسپورت. احتمالاً خود اتوبوس هم میگردن دیگه، نمیدونم. آره توی حالا اونایی که اتوبوسایی که از ایران می اومدن به ترکیه میگفتن که اتوبوس از توی دستگاه و اینا رد میشه و این حرفا.
وای چقدر خوشگله، خیلی قشنگه. بچه اینجا رو نگاه میکنین؟ بیا من زوم کنم هی مینا بیاره جلوتر. اینو میبینین مسجد دیگه، اون وره این خطی که داریم میریم ترکیه است و مسجد داره. حالا این ورا ببین، ما هنوز توی گرجستان که هستیم، ملت عشق و حال و لختی پتی نم ساحلن. الان بریم اون طرف به اون مسجد برسیم دیگه وارد خاک ترکیه شد. الان رسیدیم مرز سارپی این وره تو ترکیه که میریم میشه سار. فکر میکنم همین علامت عجیب غریبه هم هست. بذار از اینجا بچه ها نشون بدم. بچه اینجاست میبینین یه چیز سفید مفید اینجوریه، فکر میکنم مرز همینه. بهمون هم گفتن که وسایلتون رو بردارین برین برای چک کردن پاسپورت. تا حالا زمینی از یک کشور به یک کشور دیگه نرفته بودیم. مثلا توی ترکیه تا حالا سفر زمینیه با اتوبوس نداشتیم. این چمدونامون هم در آوردیم، هر کی داره چمدونش رو در میاره تا بریم به سمت مرز. باید اونجا باید مثل که بریم نوشته راه آدم روی دیگه. بیا هم بریم. میبری همه چمدونا رو؟ بذار کمکت کنم. اونور نوشته ترکیه. نگاه این طرف مرز گرجستان و از بین اینا اتوبوسا و ون و ماشین و چیزا میرن که بعد 10 بار احتمالاً اسکن شن. اینا یه لحظه اینجا رو ببینید چقدر خوشگله. خیلی قشنگه. خیلی خوشگله. جای بسیار بسیار زیباییه، یعنی هوا متعادله و بازم برام جالبه که بچه‌ها نمیدونم تو گرجستان همشون صرافن فکر کنم. صرافی آره. بریم نگاه کنید اونجا نوشته ترکیه. بریم ببینیم. همه که میرسن تمام وسایلشون رو باید خالی کنن، ماشین لخ باید رد شه. آره اینت رو درست کنم. هم پاسپورت ها رو در بیاریم اینجا، پاسپورت ها رو باید چک کنم. آره این طرف دیوتی فریه گرجستانه که سیگار و مشروب ارزونه. این بعد ترکیه است، دیوتی فری ترکیه است. احتمالاً یه سری چیزا اینجا گرون و ارزونیش باز فرق میکنه. ما از این ور بریم ببینیم چه جوریه. سیگار هم نمیدونم قرار برای یارو بخریم نخریم و اینا نمیدونم چه جوریه. بچه حس جالب. بازم مینا رو اشتباه گرفتن. نگفتیم اومدن بازم همین حس رو داشتن که مینا چیزه گرجستانی و ایناست. مینا نمیدونم قیافش چه جوریه ولی تو قزاقستان هم رفتیم فکر می‌کردن قزاقستانیه. نمیدونم قیافش چه جوریه. قیافت میگن به آسیای مرکزی ها میخوره احتمالاً. بچه وقتی که وارد فرودگاه گرجستان شدیم اومدیم، بعد رضا داشتش میرفته سمت آدر نشنالیتی، بعد منو گفتن که مثلا خانمه به گرجی گفتش که خانم شما برو از این طرف، یعنی اونایی که مال خود گرجستان هستن. احتمالاً میگم چون ما قزاقستان هم رفتیم دقیقاً همین اتفاق برای مینا زن خارجی گرفتی. به محض اینکه از مرز رد شدیم، یعنی اونجا که پاسپورت‌ها رو چک کردن، همه چی ترکی شده، زبونا و اینا همه چی ترکی شدش. بعد ویو رو هم نگاه کنید، از اینجا باید رد بشیم تا برسیم به اتوبوس. اینم با مزه است. اینجا فارسی نوشته سلام. اتوبوس نزدم، اتوبوس ما نقره‌ای بود. دریا چقدر قشنگه. شهر بسیار بسیار جالبیه. میگم نصف شهر اینه، نصف شهر یه چیز دیگه. شهر مرزی که تجربه شهر مرزی دارن براشون جالبه. ولی چه شهر مرزی خوشگل و خوشاب و هوا و خوشجایی واقعا. بله. خیلی بامزه است. واسه من خیلی جالب بود که یهو همه چی گرجی نوشته شده بود، یهو پاسپورت رو چک کردن اومدیم همه چی ترکی شد. یه زبونی که اصلا نمیفهمیدیم تبدیل شد به یه زبونی که 100%. بچه این همون مسجده که از اون ور دیدیم، رضا گفتش که اینجا احتمالاً ترکیه هستش و اینم چقدر سرسبزه. اونجا رو نگاه کنین. این همین
چیزی که بعد برسیم دیگه ارایوال دیگه، کسایی که برسیم اینور حالا باید منتظر شیم اتوبوسمون در بیاد بریم سوار شیم و دیگه بریم. ولی این اولین و آخرین سفر زمینی بین کشوری من. چقدر هم نظری. من کلا سفر زمینی دوست دارم. مینا ولی خیلی اوقات میگه رضا یه ماشین بگیر با ماشین بریم این ور بریم اون ور. اینم به نظر من خوشش میاد چون خودش پشت فرمون نمیشینه، وگرنه اون کسی که حالا پدرها معمولا خب این کارو میکردن برای بچه‌ها احساس خوبی برای آدم داره که عقب نشسته شعر میخونه، شوخی میکنه، بازی میکنه تا میرسه. ولی اون بنده خدایی که راننده است پوستش کنده میشه تا برسه. من کلا با سفر زمینی اصلا حال نمیکنم. الان هم مجبور بودیم که از باتومی که میایم بخوایم بریم سمت ریزه زمینی بیایم، وگرنه من اولین بار و آخرین بارمه که این کارو میکنم. طبیعتا من فقط دوست دارم با هواپیما برم، با هواپیما بیام. زمینی رو از من حتی شمال رفتن ایران رو هم خیلی دوست نداشتم برم. مگم یه بار آدم خودش یه بار دو بار سه بار خودش بشینه یه علاقه نداره این کارو انجام بده. ولی حالا میگم چون تو خودت نشستی شاید راحت میگیرد. ولی من واقعا دوست دارم. بچه‌ها انگار قشنگ جاده شماله. چقدر باحاله اونجا که تونل کندوان. چه باحال اینجا دارن تونل میزنن. تونل کندوان هستش کنارش آش و فلان و اینا میدن. خیلی باحاله. این جاده شماله. باید بریم یه مسیری و بچه تا به اتوبوسمون برسیم. بچه از مرز رد شدیم و الان اومدیم یه چیز وایستادیم، یه پمپ بنزین وایستادیم. یه نفر از مسافرها جا مونده، یکی بچه‌شو جا گذاشته. آفرین بهش، یعنی واقعا دخترش جا گذاشته. الان ما منتظرشیم بیایم. افتضاح بوده تا الان این اتوبوسی که باهاش اومدیم، افتضاح بوده. چیزی که باید 3 می اومد نهایتا ساعت 6 به وقت گرجستان که میشده 5 توی ترکیه ما میرسیدیم. الان ساعت چنده؟ الان ساعت 6:30 ترکیه است. یعنی تا الان 1.5 ساعت ما دیر رسیدیم. تا جایی هم که میخوایم پیاده شیم 1 ساعت حداقل راهه تا بعدش ما تازه برسیم به هتلمون. یعنی ما فکر میکنم 1.5 ساعت دیگه برسیم به هتلمون. منی که ساعت 3 بلیط گرفتم انتظار دارم نهایتا ساعت مثلا 5 برسم هتلم، نه دیگه 5:30 بعد برسم. الان خیلی هنر کنم ساعت 8 شب میتونم به هتلم برسم. بسیار بی‌مسئولیت، بسیار بیخیال، بسیار آدمای چی میگن زیر کار در رو، فقط خودشون برای خودشون مهمه. بعضی از چیزا رو بعضی وقت تو کامنت ها میبینم که به ترکیه‌ای بعضی وقت خیلی بچه‌ها شاکر نه دستشون. واقعا بعضیتون حرفتون درسته، واقعا درسته. یعنی میگم ما شانسمون خوب بوده. صاحبخونه‌مون یه آدم آقا صاحبخونه ما خب معلم انتظار داریم با شخصیت نباشه. معلم خوردیم به تورمون، آدم حسابیه. خیلی از آدمایی که باهاشون رفیق هستیم و اینا مثلا رستوران دارن، آرایشگاه دارن، طرف سرش به تنش میارزه. خب طبیعتا با این آدمای طور که برخورد میکنه آدم حسابیه. ولی وقتی وارد یه قسمتی از نرم جامعه شاید پایین‌تر میشی، یه چیزایی میشه که یه مقداری اذیتت میکنه. میگم ما زندگیمون یه جوریه که ارتباطمون با مردم ترکیه خیلی کمه. ما تو خونه ایم کار میکنیم. کلا مردم آره میریم بیرون، یه رستورانی بریم، یه کافه‌ای بریم، یه خریدی بکنیم برای خودمونیم و توی خونه کار میکنیم. با شما که بیننده‌مون هستین در ارتباط هستیم. برای همین خیلی زندگیمون مستقل از جایی که زندگی میکنیم. شاید ما سورس خوبی برای اینکه در نظر بگیریم که مثلا آقا بریم اونجا مردمش چجوریان نباشیم. چون میگم تجربیات ما خیلی محدوده. من الان ماشین ندارم مثلا بدونم در مورد ماشین کلا میذارن یا نمیذارن. چون بعضیا میگن قیمت ماشین رو بگو، اینو بگو. خونه تا حالا نخریدم بدونم کلا میذارن نمیذارن، چه میدونم پیش پرداخت بدی ندی بعد خونه رو تحویلت میدن نمیدن. از این تجربه ندارم. ولی تجربه های ریز ریزی که آدم بعضی وقت پیدا میکنه که با نرم یا پایین جامعه در ارتباط قرار میگیره، من خودم تجربه خوبی نداشتم. چی میخوری؟ نسکافه. آقای گفتم آقا نسکافه بیارون. گفتم نسکافه دارید؟ گفتش که آره. بعد اینم آب دقیقا آبش تقریبا مثلا نیمه داغ بودش. بعد دیگه گفتیم که اوکی هستش دیگه. جا تو خالی نسکافه با این بیسکویت‌های خوشمزه روشن. بچه‌ها یه دونه از اینا رو خورده، یه دونه رو الان تا نصفه خورده، 2-3 تا هم داره میبره. ان شاءالله توی استانبول برات پیدا کنم. خیلی خوشمزه. آقا یه توصیه بهتون بکنم، هیچ وقت با این متروپولیس و این بیشورا جایی نرید.
یعنی خیلی عذر میخوام بچه‌ای که تو استقلال تاج آسیا منو میبینن دیدن خیلی آدم قاطی کنم خیلی زن. یعنی واقعا مادر اولا که مسیر 3 ساعته رو ما رو 6 ساعته آورده. منی که باید در طول روز میومدم همه این زیبایی‌ها رو میدیدم، جنگل رو میدیدم، همه رو از دست دادم به جهنم. الانم اومدیم منطقه پوفیوز بهش میگم که اینو اومده تحویل داده. نگاه کن چه جوری تحویل داده. ما این همه سفر رفتیم زده اینو شیکونده، بعد میگه از اینجا افتاده، بعد میگه این اینجوری شده این اونجوری شده. واقعا آدمای بیشور و گوهی بودن، واقعا آدمای بیشوری. مترو توریسم خیر سرش بهترین اتوبوسی بین شهری ترکیه هم هست، بین شهرهای ترکیه است و حالا مثلا خارج هم میره. یه سری آدم سوء استفاده چیه، احمق، بیشور، نفهم، گلاغه. یه دونه اسقای خشک و خالی هم به ما نکرد که آقا ما مثلا چیز کردیم شما 2 ساعت 3 ساعت دیر اومدین هیچی. اون سر قضیه همون مشروب و سیگار و از اینا که گرفتیم یه تشکر خشک و خالی هیچی. اینو اومده شیکونده یه اسقای خشک و خالی هیچی. ما اگه 2-3 ساعت زودتر میومدیم جدا از این کونه میدیدیم اینجا آفتاب بود. الان زیر بارونیم، بعد زیر بارون باشیم، حالا یه تاکسی بگیریم بریم خودمون رو به اونجا برسونیم. بچه‌ها با اونجا پیاده که شدیم اون خانومی که یه مغازه داشت که کوکورچ و اینا داشت لطف کرد زنگ زد به تاکسی اومدن. الان با یه آقای تاکسی داریم میایم. بچه‌ها از اونجا تا اینجا اومدیم تا الان 1160 لیر باید بدیم و ببینین جادهش یه چیز وحشتناک باریک و عجیب غریبه و به نظر من میتونست فوق‌العاده خوشگل باشه که ما بهتون نشون بدیم. متاسفانه اون 3 ساعتی که دیر اومدیم جاده رو از دست دادیم، بارونی شد، ساکمون رو شیکون. بلایی نبود که سرمون نیاره این چیزه، این مترو توریسمه. ولی الان که داریم میریم بالا، الان با آقایی که صحبت کردیم گفت که ببین اینی که شما گرفتین بالاترین بونگالویی که وجود داره، این هتلیه که وجود داره و از این بالاتر نداریم. با خود این یارویی هم که اونجا رو گرفته برامون، یعنی صاحبش هم صحبت کردیم، گفته که نگران نباشین منتظرتون هستیم. ما 3 ساعت زودتر باید میرسیدیم ولی الان داریم میریم. آره گفت تاکسی ها به این مسیر آشنا هستن، نترسین که اینقدر تاریکه و هیچی رو نمیبینید و اینا. ولی همش دلم داره میسوزه و هی دارم به مینا قور میزنم که چه تصاویر زیبایی رو من میتونستم براتون بگیرم. اینجا رو میبینی هیچی نیست. 3 ساعت پیش میومدیم سبز یه چیز فوق العاده زیبا رو میتونستیم براتون فیلم برداری کنیم. حالا ان شاءالله برگشتنه ببینیم چطور میشه موقع رو براتون فیلم برداری کنیم. ولی فعلا ما روی همچین جای باریک عجیب و غریبی داریم میریم بالا تا برسیم به اینجا. حالا برسیم بالا ببینیم چجوری. مسلما صبح میتونه یه چیز فوق العاده داشته باشه، یک ویو بی‌نظیر داشته باشه که ما اصلا برای همون ویو هم انتخابش کردیم. ولی الان هم بارونیه، زمین خیسه، آدم کلی استرس داره که برسه بالا و هنوزم که نرسیدیم دیگه. برسیم اونجا هم بهتون نشون بدیم. بازم عذرخواهی میکنم به خاطر اینکه تصویر که شب میشه خیلی کیفیت تصویر میاد پایین. ما برنامه‌ریزی کرده بودیم که برای شما بهترین تصویرها رو بگیریم ولی متاسفانه میگم بیشوری یه آدم میتونه همه برنامه‌های آدمو به هم بریزه. بچه‌ها هیچی معلوم نیستش، هم شبه هم مهه. آقای ولی به نظر خیلی جای خفنی میاد. کسایی که اونجا هستن خب و مایی که اینجا هستیم احتمالاً اینجا ویو آبشار اینی که نمیبینیم. حالا بریم مه هم هستش. Esasen siz dikkatini ben kapıyı kapatacağım da ben de geleyim. Başta بعد giriş میگن که بیاین اینجا یه طبقه بیاین پایین مواظب باشین. بعد که من در رو ببندم بعدش با هم دیگه بریم ببینیم چه جوریه. آقای چند گلابونو گذاشته. بذار اینو میگیری؟ نه اینا رو بگیر که اینو بگیر. نه اینو بگیر. آقای چرا خاموش شد؟ خب من اینو برمیدارم تو آروم آروم برو. آها چرا پرچش. بیا. این اتاق ماست. خفن داریم اتاقش هم گرفتی شما. بله بله. اتاق وی آی پی رو خانم برامون گرفته. بچه‌ها کفش دارین می‌بینین؟ اوه بچه‌ها بذارید اینجوری کنم. ببینید. بچه‌ها این جکوزی. اتاق اگر نگاه کنین همه چیزایی که داره تکمیل ترین حالت ممکنه. چون که الان شما نگاه کنین یه همچین چیزی داره که مثل تابه. خب خیلی ها میرن پول تاب و اینا باید بدن
که مثلا توی این فضایی که میتونن آبشار رو ببینن استفاده کنن. من میگم بیا رضا همشو نشون نده، صبح نشون بدیم که همه چی روشن. بچه جکوزی رو دیدین؟ جکوزی رو به اصلا اونجا شاخه معلوم نیست، اصل ویویی که میتونین ببینین اونجاست. ما حالا آقای چون اینجا وایساده یکم توضیحات و اینا رو ازش من بگیرم ببینم چه جوریه. توضیحاتو گرفتم بعدش باز بهتون توضیح میدم. آقا از این صندلیا من خیلی دوست دارم. نمیدونم بهش میگن صندلی لهستانیه یا همچین چیزی. نه لهستانی یه مدل دیگه است رضا. ایناست دیگه که اینا دیگه. نمیدونم شاید. آقا من فکر کنم که اجرا که میخوام بکنم اولا که میگم انقدر دیر رسیدیم، انقدر به این یارو لعنت فرستادم، فوش دادم. همین الانم رفتیم پایین که چیز بکنیم بدیم برای ثبت ناممون و از این حرفا. گفت که چیزی خوردیم، گفتم نه. گفت که ما چیزمون رو بستیم. تا ساعت 8 رستورانم کار میکرد، قیمت رستورانشون هم خیلی خوب بود. حالا بازم نشون میدیم. صبحونه رو برامون اونجا سرو میکنن، میریم اونجا با هم دیگه صبحونه مفصل اینجا رو میخوریم که خیلی معروفه صبحونه هاش. و میگم ما به خاطر بی‌مسئولیتی یه سری آدم راهو از دست دادیم. خود راه باتومی تا ریزه رو از دست دادیم. راهی که اومدیم بالا که بسیار زیباست و از دست دادیم. بارون شروع شد، قبلش بارونی نبود، میتونستیم توی نور بیایم، از دست دادیم. من الان بعد ویدیومو تازه الان ضبط بکنم، نمیدونم با توجه به سرعت اینترنتی که داره اصلا به امروز میرسه یا نه. اینم از دست دادیم، چمدون اونم شیگونه. بهتون توصیه میکنم به هیچ وجه با مترو توریسم که کارهای حالا اتوبوسا رو جابجا میکنه، به هیچ وجه نرین. یه سری آدم فرصت طلب که فقط به فکر اینن که حالا از مرز رد میشن یه چیزی با خودشون بیارن و مشروبی سیگاری بیارن از مسافرها سوء استفاده بکنن. و حتی مثلا بهش میگی که آب جوش داریم، میگه ببینم آبم جوش هست یا نه. ما میتونستیم یه کار بسیار بسیار بهتر بکنیم. من اینو به مینام گفته بودم، ولی گفت که خب رضا وقتی به بلیت برگشت نگرفته باشیم شاید بهمون تو مرز گیر بدن. ما میتونستیم که خیلی خیلی راحت از داخل شهر با ون خودمون رو برسونیم به مرز، خودمون سر فرصت با آرامش از مرز رد بشیم هر موقع که دلمون میخواد و اونجا هم یه ون بگیریم و خودمون رو به اینجا برسونیم یا یه تاکسی بگیریم که خیلی ارزون تر میتونه سر بیاد. ولی خب ما به خاطر اینکه اون بلیت برگشت رو داشته باشیم این کارو کردیم. تاکسی هم که ما رو تا این بالا آورد 1250 لیر گرفت. جاش هم به نظر من خیلی باحاله. میگم این تاب و اینا که من خیلی دوست دارم، این صندلیه رو خیلی دوست دارم، جکوزیه رو که توضیح هم داد آقای چجوری باید پر بکنیم. اینجا هم که داریم میبینین اسکل سیرو اینجوری چیده. اگر اینجا حالا نورش رو بیاد و ببینیم با هم دیگه، این چمنه. اصلا اینجا میشه مثلا اینجا رو درست کرد یه آدم عکس خوشگل اینجا بگیره. بخاری داره برای روزهای سرد، کولر داره برای روزهای گرم، این هم تخت 2 نفرشه، یخچال داره، روشویی داره، چیز چای مایی و از این حرفا داره. یخچالش هم درست حسابیه. یخچالی که توی چیز داشتیم اصلا یخچال خوبی نبود. یخچالی که توی باتومی داشتیم. آقا اینجا هم میای یه اتاق داره که گفت برای بچه و از این حرفاست، ما که بچه اینا نداریم. یکی هم که اینجا میاد یه سه جالبم در مورد نور گفت امکان داره نور قطع و وصل بشه، کم و زیاد بشه، ولی نور همیشه، برق همیشه هست، نگران نباشین. بعدم میای اینجا ببخشید اینم که حمام و دستشوییشه. یه ملخ پرنده است چی؟ یه هرچی هست پنجره رو ببند به نظر. یه حشره‌ای هست که حالا ما باید اینا رو بالاخره چیز بکنیم. فعلا در رو ببندیم از اینجا بیرون نیاد، بعدا من برم خفتش کنم ببینم چی. ولی خب ببینیم بچه‌ها ما اومدیم توی اینجا یه اتفاق، حالا روزم بهتون نشون میدم که خوشگلیاشو بیشتر ببینیم. ولی ما تو همین مسیری که الان داشتیم با آقای می اومدیم بالا، یه دفعه یه روباهه گرفت چیزو رفت بالا، کوهو گرفت رفت بالا و اینجا الان ما وسط جنگلی. میگم متاسفانه تاریک دیده نمیشه، هم تاریک هم مه بچه‌ها. ولی چیزی که ما تو تصویرها دیدیم اینجا یه ویو بسیار بسیار بی‌نظیره که فردا صبح بهتون نشون میدیم. خدافظ.